فالوده کرمونی توی هوای گرم حسابی میچسبه ها. فالوده کرمونی و بیا از یک کرمونی یاد بگیر. بیا نکته‌هاشو بهت بگم، همینجوری دونه مرواریدی و خوشگل از کار در بیاد. اول شربتشو درست میکنیم. ما کرمانی‌ها معمولا تابستون تو یخچال همیشه شربت و آماده داریم. یه لیوان آب و با یه لیوان شکر بذارین رو حرارت. 5-6 دقیقه که جوشید، حالا گلاب، عرق نسترن، هر عرقی دوست داری بریز و خاموشش کن، بذار سرد بشه. 6 تا لیوان آب میخوایم. یه لیوانشو با یه لیوان نشاسته گل، همین تکه تکه یا قاطی کنین، بذارین کنار. 5 تا لیوان رو بریزین توی ظرف که معمولا تو ظرفا مسی درست میکنیم. بذارین رو حرارت. جوش که اومد، حالا اون آب و نشاسته قاطی کردین یه دفعه بریزین و تون تون هم بزنین که گلوله نشه. حدود نیم ساعت باید رو حرارت باشن. ببینین این غلظتش بعد از نیم ساعت و تو این مدت باید هم بزنین، ازش غافل نشین که تعمیگی رو گلوله میشه. یه صافی میخوایم یا آبکش. ببین از این صافیا به درد نمیخوره که بینشون اینجوری بسته‌ایه. باید کامل سوراخ سوراخ باشه. یه ظرف آب و یخ بیارین، قشنگ آب تگری باشه. صافی رو به فاصله نیم متر از ظرف آب و یخ بذارین و همینجوری نشاسته داغه بریزین تو صافی. با یه قاشق یا لیسک از سوراخ‌ها رد بدین، اینجوری بارونی بریزن روی یخا و آبا. اگر فاصله کمتر از نیم متر باشه که اینا پق میشن، بد شکل میشن. بیشتر هم باشه تو رو میبندن. بعد از اینکه همشون رو از صافی رد دادین، بذارین چند دقیقه تو آب و یخ بمونن. بعد از صافی رد بدین، او آبو بریزین که مزه نشاسته نمونه. با یه خوش شربت نوش جون کنین.